هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دومم داره و اون اینه وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بدانند. همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتند، یا با رأی مستقیم، یا با انتخاب مستقیم، یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر، یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره. و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول میکردن، این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول.